ویدیو بچه چند روز ویدیو نذاشته بودم، به خاطر اون داشتم فکر میکردم که یه چیز کاربردی و راحت بهتون یاد بدم. حالا اومدیم با آسانسور. نظرتون این چیه؟ یه آسانسوره. حالا میایم یه دونه شیشه اینجوری میشینیم بچه ها. اینجوری شیشه چیدی هست و بخواید بتونید ببرید بالا. وقتی که چیدید اینجا دوتا رو میچنید که برای ورود را داشته باشید. دوتا هم از اینا میذارید که آب نمیذارید. خب حالا میرید داخلش. خب بچه ها برگشتم. حالا بریم داخلش رو نگاه کنید. میریم داخلش. بعدش بچه ها اینجا رو یه بلوک من کنده بودم. حالا یه شیشه میذاریم. خب یه بلوک میکنیم شیشه میذاریم. حالا میریم اینجا رو. ای بابا نمیشه بچه ها. باید ببینید من اینو از قبل کنده بودم، به خاطر همون اشتباه شد. حالا بیاید باید یه همون بذارید چمن بمونه. خب بذارید یه چمن بمونه و بعدش از این چلپ ها بچینید تا بیاد بالا. قشنگ اومده. خب حالا اینو بکنید. اگه شاید چرا خب گذاشتیم دیگه، ولی باید بکنید تا من بهتون بگم چیکار کنید. خب میکنید و بعدش میاید یه اونه سلسن برمیدارید و راحتی آسانسور که ما رو میبره بالا. این قسمت اوله. ما رو میبره بالا. چه باحاله. هر چقدر بخواید میتونید دراز کنید. این فقط ما رو میبره بالا. و اما اگه بخواید پایینیشو بهتون آموزش بدم بچه ها، حتما ساب کنید و منتظر پارت 2 وایسید. به پارت 2 حتما فردا میاد. خب به نظرتون این خوب بود؟ اگه ایده ای هم دارید و اگه به ما بدید متشکر میشیم. ببینید یه بار دیگه تستش کنیم. میریم حالا اونا رو درست کردم، بریم اونو تست کنیم که بهتون نشون بدم پایین برم داره. ببینید باش میکنم. اینجا چسبوندم بعد میکنم میام بالا. حالا میام اینجا. به نظرتون این منو میبره پایین؟ بریم توش. بله اومدیم پایین. خدا حافظ تا پارت 2 منتظر بمونید.